اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 26 ماه رجب سال 1428 هجری مطابق 10 آگوست سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را چون هر وقته با این روز سعید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یک ما و شما را از فیض و برکات این روز سید جمعه برخوردار گرداند. صحبت خود را تبرکاً با دعای از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم آغاز میکنم که ایشان فرمودند: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والحرم والمأسم والمغرب. یعنی پیامبر گرامی دعا میکردند که خداوندا، من پناه طلب میکنم به تو از فتنه آتش و عذاب آتش و پناه طلب میکنم به تو از فتنه قبر و عذاب قبر و پناه طلب میکنم به تو از بدی فتنه ثروت و بایگری و از بدی فتنه کمبغلی و پناه طلب میکنم به تو از بدی فتنه مسیح دجال. پروردگارا، شسته گردان خطاهای مرا به آبی که مثل برف خنک است و پاکیزه گردان قلب مرا از خطاها همچنانی که پاکیزه میگردانی لباس سفید را به سبب شستن از چرکینی ها. و پروردگارا، دور گردان بین من و بین خطاهایم را مثل که دور گردانیدی بین مشرق و بین مغرب را. پروردگارا، من پناه طلب میکنم به تو از سستی، از پیری و ناتوانی، از گناه و از قرضداری. این دعاهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خداوند از ما هم قبول فرماید و از هر چیزی که پیامبر گرامی در این دعای خود از خدا طلب کردن برای هر یک ما و شما هم عطا فرماید. الله تبارک و تعالی در سوره صاد قصه حضرت آدم علیه السلام را خاطر رسان می کند که استعیذ بالله اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون.
یعنی به خاطر آرید آن هنگامی را که پروردگار شما برای فرشته ها گفت من آفرنده هستم بشری را، انسان را از گل. یعنی خدا قصه آفرینش آدم را به خاطر میرساند که آن لحظه که خدا به فرشته ها خبر داد که من از گل مخلوق را می آفرم با نام بشر. پس وقتی که من آفرینش انسان را، بشر را مکمل کردم و در او از روح خودم دمیدم، شما در حال برای اکرام انسان به او سجده کنید. پس خدا خبر میدهد که سجده کردن به آدم همه فرشته ها. این کرامتی انسان را نشان میدهد. انسان آنقدر در آغاز کرامت داشت، آنقدر انسان بزرگ بود که خدای تعالی فرشته ها بر این مخلوق های بیگناهی همیشه در طاعت و عبادت خودش که آنها را از نور آفریده است امر کرد که برای احترام و برای تکریم انسان سجده کنید. اما با گذشت روزگار امروز ببینید که انسانی که یک وقت فرشته های نورانی به او سجده کرده بودند، امروز به سبب عصیان و گناه و دوری از خدا و شریعت خدا به چی مرتبه رسیده است؟ مرتبه‌ای که حتی از حیوان هم بعضی انسان‌ها پایان رفتند. زیرا انسان‌ها امروز کارهایی میکنند که حیوان‌ها به این کار دست نمیزنند، که حاجت به ذکر کردن آن اخلاق‌های زشت نیست. زیرا شما بارها شنیدید و میدانید و با چشم سر امروزها دیده ایستادید که انسانیت امروز به چقدر عملهای پست، به چقدر عملهای زشت، به چقدر کارهای افلاس خودش را آلوده کرده است. انسانی که یک وقت مرتبه او از فرشته بالا بود، امروز مرتبه او از حیوان هم پایان رفته است. اما انسان اگر به خود آید، از این گمراهی خودش باخبر شود، این خطا و گناه و عصیان و کجروی خودش را فهمیده ایستاده، پشیمان شود، از صدق دل برای خدا بازگردد، خدا وعده کرده است که من انسان را باز همون مرتبه بزرگش را برایش عطا میکنم. و در سوره تحریم که بارها گذشته است، ما و شما بندگان مؤمنش را مخصوص مخاطب قرار داده ایستاده میگه استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای آنانی که صاحب ایمان هستید توبه کنید، یعنی بازگردید به سوی پروردگارتان، بازگشتن و توبه نصوح، یعنی توبه‌ای که از صدق دل باشد، توبه‌ای که حقیقی باشد. و درباره توبه حقیقی یا توبه نصوح محمد ابن کعب قرطبی رحمت الله علیه میگویند که برای آنکه توبه حقیقی و نصوح شود 4 چیز لازم است. پیش از همه استغفار به زبان. انسان پیش از همه از خطا و گناه خودش آگاه شده ایستاده، با زبان گوید که استغفر الله، پروردگارا من از تو مغفرت طلب میکنم زیرا که من خطا کردم. و دوم امتناع و خودداری با اندام. بعد از آن که استغفار کرد از گناهش، بعدا عضوهای خودش را از همون گناه پاکیزه نگاه دارد.
مثلا دزدی میکرد، بعد از استغفار دیگر این دست را به دزدی آلوده نکند. غیبت میکرد، بعد از استغفار دیگر این زبان را آلوده به غیبت نکند. دروغ میگفت، بعد از استغفار زبان را آلوده دروغ نکند. با نور چشم که خدا برایش عطا کرده است به نامحرم ها و به حرام ها نگاه میکرد و نور چشم را به آن صرف میکرد، بعد از استغفار دیگر این عضو قیمت بهای خود چشم خودش را آلوده به آن حرام ها و گناه ها نکند. و سوم قصد ترک و عدم بازگشت به گناه با قلب، یعنی سوم باید این که به همون گناه توبه کرده دست و پای و چشم و گوش خود را از همون گناه پاکیزه کرده، در دلش دیگر اراده نباشد که باز به همون گناه دست زند، به کلی شیرینی آن گناه را از قلبش برآورده استاده پرت آید. و چهارم ترک و مهاجرت از یاران و همنشینان بد. چهارم از آن شخصانی که با آنها این گناه را میکرد و همصحبت آنها و شریک آنها در همین گناه ها بود، از همنشینی کردن با چنین یاران و دوستان پرهیز. زیرا این مسئله یکی از مسئله های خیلی مبرمی روز است. بسیار شخصیت ها شکایت میکنن که ما که خود نماز میخوانیم، عرق نمی‌نوشیم، اما یار و رفیق‌هایی داریم که با آنها یک جا نشسته ضیافت میخوریم، گپ میخوریم، آنها عرق می‌نوشن، نماز نمیخوانند، ما چیکار کنیم؟ وظیفه شما این است که وقتی از بی‌نمازی توبه کردید نمازخوان شدید، وقتی از عرق خوری توبه کردید، اکنون شما دیگر با آنهایی که نماز نمیخوانند همنشین نشید، با آنهایی که عرق میخورند با آنها همنشین نشوید، رابطه دوستی را از آنها قطع کنید. زیرا با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. شما با عرق خورها و با بی نمازها شینید، هرچند خسته وقتش به نماز میخوانید، هرچند با آنها عرق نمیخورید، اما صحبت آنها چی است؟ صحبت آدم بی نماز، صحبت آدم عرق خور چی میشود؟ غیر از فحش و غیر از دروغ و غیر از سخنهای بیهوده، غیر از گناه هیچ چیزی دیگر نیست. فایده ای که از رفیق بی نماز و عرق خور به شما میرسد همین است. اندک ضرری که از آنها به شما میرسد این است که وقتی قیمت شما به همون گناه و همون عملهای زشت آنها بیهوده صرف میشود. بنابراین اگر خواهید که توبه شما توبه حقیقی، توبه نصوح شود، شما از همنشین‌هایی که گناه را با آنها میکردید رابطه تان قطع کنید، دوستیگری و همنشینی با آنها بس کنید. اگر همین 4 شرط در توبه ما و شما رعایت کرده نشود، و گفته یکی از خانم‌های با تقوا رابعه عدوی رحمت الله علیها، این استغفارنا یحتاج الی استغفار. این زنی بزرگ رحمت الله علیه میگه که البته این استغفارهای ما محتاج است باز به استغفار. یعنی اگر ما توبه میکنیم و اما باز به گناه دست میزنیم، یا توبه میکنیم و در دل محبتی همون گناه را حالا داریم، چون بسیار شنیده ایم که بعضی ها گناه های گذشته خودشان را به یاد آورده خرسندی میکنن، از ذکر کردن همون گناه ها یک لذت میبرن، بگن عجب دور زمانی بود، عجب معیشتی داشتیم، خیلی خرسند هستن که بود چنین روزگار در صحیفه های حیات آنها. اما نه، توبه شما آن وقت نصوح می شود که بعد از استغفار کردن و توبه کردن در دل شما لذت و شیرینی همون گناه باقی نمانده باشد، در دل شما یک بدبینی نسبت همون گناه های گذشته‌تان پیدا شده باشد، آن وقت توبه شما نصوح می شود.
و اگر چند شما نمازخوان شدید، از عرق پرهیز کردید، از دروغ پرهیز کردید، اخلاقتان رو پاکیزه کردید، نمازخوان هستید، روزه‌دار هستید، حاجی شدید، زکات داده ایستادید، اگر شما با همون رفیق‌های کهنه عرقخور بی‌نماز خودتان باز هم صحبت شدید، حالا توبه شما توبه حقیقی نیست. حالا معلوم میشه که در یک گوشه قلب شما محبت و همون گناه ها هست، زیرا با آن شخصان نمیشینید که همون گناه های شما را تکرار میکنند. و برای آن که بنده توبهش توبه حقیقی شود، این 4 شرط را باید در توبه خودش داشته باشد. اما آن سبب‌هایی که انسان را به چنین توبه حقیقی وادار می‌کند چه ها است؟ یعنی چرا سالهای سال به مردم از خدا سخن گفته می‌شود، به مردم از رسول خدا سخن گفته می‌شود، از قرآن خدا سخن گفته می‌شود، اما باز هم می‌بینید که مردم گرفتار گناه و گرفتار فسق و فجور هستند؟ چرا توبه نمی‌کنند؟ چه سبب‌هایی است که انسان را وادار به توبه می‌کند؟ پیش از همه بنده باید صاحب علم و دانش کافی شود که داند که همین عمل‌هایی که او کرده است گناه است و داند که گناه در نزد کیست؟ یعنی در نزد آفریدگارش، و آفریدگارش را شناسد که او خدایی است که هرچند گناهش بزرگ است خدا وعده کرده است که او را میبخشد اگر که از صدق دل توبه کند. زیرا در آیت 53 سوره زمر خدای تعالی میگه استعیذ بالله لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا اینکه خدا همه نمود گناه ها را میبخشد. که درباره نمودهای گناه از کفر و شرک و گناه کبیره سر کرده تا گناه های صغیره در جمعه های گذشته من به شما ذکر کردم. و به بالای این گناه بنده هر قدر زیاده هم باشد و باید اینکه از رحمت خدا ناامید نشود، زیرا خدا ذاتی است که همه نمود گناه ها و هر چقدر گناهی که باشد وعده کرده است که من گناه بنده را میبخشم اگر که بنده از صدق دل توبه کند، یعنی توبه حقیقی و توبه نصوح کند. تا اگر انسان خدای نشناسد و خدای غضبش نداند و از رحمت خدا آگاه نباشد و خدای بخشنده و مهربان بودنش نداند، اگر وی از گناهش توبه کرده نمیتواند. و دلیل این آیت‌های فراوان و حدیث‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که از جمله خداوند در آیت 54 سوره حج میگوید استعیذ بالله وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. یعنی و باید بدانم آنانی که برایشان علم داده شده است، یعنی آنهایی که صاحب علم نباشند آنها نمیدانند. خدا این خطاب را به آنهایی کرده ایستاده است که دانش کافی دارند، یعنی خدا را میشناسند که او آفرنده این عالم است و آفرنده خود اوست و بخشنده است و مهربان است و هر چقدر گناه کرده باشد خدا وعده کرده است که میبخشد. باید این چیز را دانند و باید بدانند آنانی که برایشان از طرف خدا علم داده شده است، اینکه این قرآنی که این وعده ها را برایشان میکند حق است و نازل شده از طرف پروردگارشان است و به این چیز ایمان و یقین دارند. و بعد از شنیدن این آیت ها قلب های آنها لبریز از ترس خدا میشوند.
بعد از صاحب علم شدن، دانسته ایستاده، فهمیده ایستاده، قرآن از طرف خدا نازل شده نشه، حق بوده نشه، دانسته ایستاده، اگر آنها توبه کنن پس توبه آنها مقبول درگاه خدا میشه. نادانسته هیچ کس توبه کرده نمیتواند. و یا در آیت 135 سوره آل عمران میگه استعیذ بالله والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یعنی و آنهایی که وقتی یک کاری فاحش، یک کاری نادرست را میکنند یا به نفس خودشان ظلم میکنند، یعنی آلوده گناه میکنند خودشان، بعدا خدا را به یاد میارند که خدایی دارند که این کارها را برایشان منع کرده بود، پس از خدای تعالی در مقابل این گناه صادر کردهشان استغفار میکنند، مغفرت طلب میکنند. و کیست که غیر از خدا گناه بنده را بخشد و بر همون گناهشان دیگر خودشان را آلوده نمی کنند و می دانند اینکه همین کاری کردهشان گناه بود، آن وقت توبه اینها بخشیده می شود. یعنی باز هم اولا علم، یعنی بعد از صادر کردن گناه خدا را به خاطر می آورند که من چیکار کردم؟ من خدایی دارم که ولی صاحب من است، او مرا از این عملها منع کرده است، چرا من به فتنه شیطان گرفتار شدم، به فتنه کدام رفیقم گرفتار شدم و به این گناه خود را آلوده کردم؟ توبه میکنم. و یا در آیت 19 سوره محمد خدای تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که استعیذ بالله فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. یعنی خدای تعالی باز هم پیغمبر گرامی اولا به علم دعوت کرد، گفت که بدان اینکه بغیر از الله یگانه خدای دیگری وجود ندارد، پس طلب مغفرت کن در خطاهای خودت و طلب مغفرت کن برای همه مردان مؤمن و همه زنهای مؤمن. یعنی حتی خدا پیغمبر را به استغفار دعوت کرد، اولا پیغمبر گفت که بدان اولا که به جز الله یگانه خدای دیگری وجود ندارد. بنابراین آنهایی که از گناه توبه نمی کنند، خصوص کافرها و مشرکها و منافقهایی که از همون کفر و شرک و نفاقشان توبه نمی کنند، این نشانه آن است که آنها به خدای یگانه باور ندارند. اگر آنها احساس کنند، اگر آنها دانش پیدا کنند که این عالم خدای دارد، یکه و یگانه، قادر و توانا، بخشنده و مهربان، آنها از کفر و شرک و نفاقشان توبه میکنند. سبب توبه نکردنشان هم این است از کفرشان که آنها به خدای یگانه باور ندارند. بنابراین برای بنده مؤمن سبکتر است، زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که واعظ الله فی قلب کل مسلم. اگر بنده مسلمان باشد، صاحب ایمان باشد، در قلب هر یک بنده مؤمن مسلمان واعظ، نصیحتگری هست. میدونید چی خیلی؟ وقتی که شما مؤمن هستید، مسلمان هستید، اگر یک چیز دزدیده شدید، همون هنگام دزدیدن خیلی ترس و هراس در شما پیدا می شود که تو چرا این کار را کرده ایستاده. انا همون قوه‌ای که شما را آگاه میکند این نصیحتگری است که خدا در قلب شما انداخته مانده است. ممکن نیست که بنده مؤمن وقتی نماز نزدیک شدن گیرد و وقتی نماز رفتن گیرد و نماز قضا شدن و نزدیک شدن گیرد و بنده مؤمن دلش به تشویش پیدا نشود که من نمازم قضا نشود. انا همون قوه نصیحتگری است در قلب بنده مؤمن که خدا آفریده مانده است. بنابراین بنده مؤمن وقتی که به یک کار گناه دست دادن می شود،
از داخل قلب او قوه او را نصیحت می‌کند که چون این کار را کرده است. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ان فی البدن لمضغة اذا صلحت صلح جمیع البدن و اذا فسدت فسد جمیع البدن الا و هی القلب. پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفت که البته در بدن انسان یک پارچه است، پارچه گوشت است که وقتی او به صلاح بیاید تمام بدن بنده به صلاح میآید. یعنی اگر همون پارچه گوشت به صلاح آمده باشد پس عضوهای بنده هم از گناه ایمن میمانند و اگر قلب بنده فاسد شده باشد پس تمام عضو بنده چی می شود؟ فاسد می شود، یعنی آلوده گناه می شود. آلوده گناه که شد این فاسد شدن است. و گفتن الا آگاه باشید که این پارچه ای که اگر فاسد شود شما فاسد می شود و اگر وی صالح باشد شما ایمن می شوید، این قلب شما است. اگر قلب شما لبریز از ایمان و اعتقاد و اخلاص و ترس از خدا باشد پس چشم و گوش و زبان و دست و پای شما هم از گناه ایمن میمانند. اگر ایمان و اعتقاد در قلب شما سست باشد، ترس خدا در قلب شما نباشد، پس این دست و پای و زبان و گوش شما هم آلوده گناه میشود. بنابراین برای آنکه بنده توبه کند پیش از همه برای او علم کافی در کار است که خدای شناسد که یکه است و یگانه است و قادر است و توانا است و بخشنده است و مهربان است و اگر بنده توبه کند او گناه‌های او را می‌بخشد. دوم پشیمانی، یعنی بنده بعد از آن که همین گناه‌ها را کرد و پشیمان شد. زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الندم التوبه، پشیمانی توبه است. مثل که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند الحج العرفه، حج این عرفه است. حج خود عرفه نیست، لیکن از همه امری ضروری در حج، از همه نقطه بلند در حج، در عبادت حج، این در دشت عرفات رفته زیر آفتاب نشستن است. بنابراین پیغمبر علیه السلام گفتند که حج این عرفه است، زیرا حاجی از عرفه ماند اگر حج رو حج نمیشود. بنابراین یکی از رکنهای توبه نصوح چی است؟ پشیمانی است و پشیمانی آنقدر ضرور است که پیغمبر گفتند که پشیمان شدن از گناه این خود توبه است. و پشیمانی من چگونه به شما فهمانم؟ مثلا شما یک جا رفتید که یک همسایتان یا برادرتان یا رفیقتان روی حولیش مهنت کرد، از چند ساعت وقتی خودش قوه خودش پول و چیزش صرف کرده است و برای حولی خودش رهرو ساخته است از بیتون، نو اندامه شده است، حال راهرو تر است. شما به خبر این تازه کار کردی که گفته ایساد عدر میدارد، 2-3 قدم بالای همون پیرهی تکیز کردگیش میماند که هم پی پاتان هم به ویران میکنند. برابری از همین کار کردگیتان آگاه شدن تکی پاتان میبینید کدام حالت بگرفتان میشوید؟ خیلی پشیمان میشید. آه من چیکار کردم؟ این همسایه به من مهنتش برباد دادم. همون لحظه شما در حالت پشیمانی قرار میگیرید. اگر خواهید که توبه من آیا توبه نصوح شد یا نه، وقتی پس از گناه شما همیشه پشیمان شد، ای خدا غیبت نگو گفته بود من چی کاری کردم، خدا دروغ نگو گفته بود من چی کار کردم، خدا نماز خان گفته بود من چرا نماز قضا کردم، خدا عرق نکن گفته بود من چرا خوردم. همون خیلی که رهره همسایه زیر کرده ایستاده در وجود شما پشیمانی خجالت پیدا شد، بعد از هر گناه همین خیلی خجالت در وجود شما پیدا شد، این از پشیمانی و این از حقیقت توبه شما. زیرا قصه های زیادی را خدا در قرآن بیان میکند. از جمله خدای تعالی در آیت 23 سوره اعراف باز هم حضرت آدم
و زوجهشان حوا را ذکر میکند که بعد از آن که آنها از امر خدا بیرون رفتند و میوه منع کرده خدای گرفته ایستاده خوردند، پشیمان شده چی گفتند؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. گفتند ای پروردگار ما به نفسهای خود ما ظلم کردیم، ما خطا کردیم، اگر تو ما را مغفرت نکنی و تو ما را رحمت نکنی ما از جمله زیانکارها میشیم. یعنی در حال وجود حضرت آدم و حوا را خجالت و پشیمانی فرا گرفت. و یا خدای تعالی حضرت موسی را نقل میکند که وقتی حضرت موسی یک کبتیه یک شپلاق زده بودن که وی افتیده مون، خطاگی خودشان احساس کرده ایستاده در حال چی گفتن؟ استعیذ بالله قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. آیت 15-16 سوره قصص. یعنی حضرت موسی بعد از این خطای خودشان چی گفتن؟ گفتن ای پروردگارا این از عمل شیطان بود، من ندانسته عمل شیطان کردم، چون که شیطان این دشمنی گمراه کننده آشکار بنده است و من گرفتار فتنه شیطان شدم و این عمل نادرست را کردم. و گفتم پروردگار من به نفس خودم ظلم کردم، من خطا کردم، تو مرا مغفرت کن. و خدا حضرت موسی را مغفرت کرد. در حال بعد از آن که فهمیدن که خطا کردن، تمام وجود حضرت موسی اینجا خجالت زده شد. بنابراین توبهشان خدای تبارک و تعالی قبول کرد. و یا خدای تبارک و تعالی نقل میکند قصه قبول شدن توبه 3 نفر را که یکی کعب ابن مالک، دیگر مراره ابن ربیع و سوم هلال ابن امیه، که این 3 نفر صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بعض سببها به جنگ تبوک نرفتند. بعضی سببها که به جنگ تبوک نرفتند و جنگ تبوک خیلی یک جنگ ضروری بود و لشکری خیلی پرقوت روم در مقابل پیغمبر و مسلمان ها ایستادگی بود و این 3 نفر که با سببهای به این جنگ اشتراک نکردند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلمان ها گفتن که با این 3 نفری که به جنگ تبوک اشتراک نکرد شما سخن نکنید، گپ نزنید، اینها قهری شدید. و خدا نقل میکند در سوره توبه که استعیذ بالله و علی الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب عليهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. یعنی خدای تعالی توبه آن 3 نفری را قبول کرد که آنها از جنگ عقب نشینی کرده بودند و در نتیجه عقب نشینی کردن که این خطای آنها بود، آنقدر حالت برای آنها تنگ شد که زمین خدا با تمام بسیجیش برای آنها تنگ شد و نفسهای خودشان برای خودشان تنگ شد. دیگر نمیدانستند که چیکار کنند، نمیدانستند که کجا روند. از همون خطای کرده اشان که اشتراک نکردن در جنگ تبوک بود، آنقدر پشیمان شدند، آنقدر حالتشان تنگ شد که دیگر تمام وجود آنها را پشیمانی و خجالت فرا گرفت. انا بعد از آن که با تمام وجودشان پشیمان و خجالت زده شدند، خدای تبارک و تعالی به واسطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر داد که اگر اینها توبه کنند من توبه اینها را قبول میکنم و اینها با تمام وجود خود به راه خدا و اطاعت امر خدا و پیغمبر بازگشتند و از خطایشان از صدق دل استغفار کردند و خدای تبارک و تعالی توبه این 3 نفر را قبول کرد، زیرا خداوند تواب است. یک صفت خدا تواب است، یعنی توبه قبول کننده است. آنهایی که پرگناه هستیم این صفت خدا را فراموش نکنیم که خدای تواب داره، توبه قبول کننده، که او توبه بنده را قبول میکند، زیرا او رحیم است، مهربان است.
و سوم عمل، یعنی بعد از آن که بنده با شناخت کامل به گناه و خطای خود اقرار شد، از خدا استغفار طلب کرد و بعد از آن که از گناه و خطای خود از صدق دل پشیمان شده تمام وجود او را خجالت فرا گرفت، اکنون سوم باید اینکه وی به عمل حرکت کند، یعنی هرچی بیشتر اکنون عملهای نیکو و طاعت و عبادت زیادتر کند تا اینکه طاعت و عبادت ها آن گناه و خطاهایش را پوشاند. و خدا در سوره هود میگه استعیذ بالله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در سوره عنکبوت یعنی آنانی که در راه ما کوشش میکنند ما راههای خود را برای آنها هدایت میکنیم. یعنی هم تو نشستن و منتظر شدن و پیران سالیه پایدشتن که هر پیر شدیم توبه میکنیم، نه، بلکه خدا میگه که آنانی که در راه ما کوشش میکنن، یعنی بعد از آن که از گناه ها توبه کردن اکنون چیکار میکنن؟ در طاعت و عبادت و عملهای نیکو کوشش میکنن. خدا میگه ما راههای هدایت را برای اینها باز میکنیم. و یا در سوره هود میگه خدای تعالی استعیذ بالله و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی و برپا دار نماز را در وقتهای از شب و در وقتهای از روز، البته که نیکی ها بدی ها را محو میکنند. اکنون بعد از آن که از گناههای بنده گناهکار توبه کردی، 5 وقت نمازت را کوشش کن که شبان و روز در وقتش برپا کنی و کوشش کن که این نماز با سنت مؤکده پیغمبر صلی الله علیه وسلم با جماعت برپا کنی و دعا کن که انا همین نمازهایی میخوانده است، انا همون سیئات و گناه و خطاهای گذشته را پوشاند. خدا وعده کرده است که عمل نیکی کردی و گذشته های خطای تو را جبران میکنه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم به ما و شما میگن اتبع السیئة الحسنة تمحها. وقتی خطا کردی، گناه کردی، در عقیبش در حال نیکی کن، عبادت کن تا آن عبادت و نیکی تو گناه تو را محو کنه. و خیلی که گفتم یکی از عملهای بنده این باشد که با دوستانی کهنه بینمازی، عرقخوری، فاسقی، فاجری، پاره‌خوری، رباخوری، دروغگوی، غیبتچی خودش دوستی را قطع کند. زیرا هر کسی که در دنیا با این خیلی انسانها هم نشینی میکند روز قیامت سخت پشیمان میشود. و مسئلهش را خدای تعالی در آیت 27 28 29 سوره فرقان برای ما و شما خبر داده مانده است که وقتی عتبه ابن ابی معیط پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم به خانهش دعوت کرد برای ضیافت، وقتی پیغمبر از ضیافت او نخوردن، گفتن تا لا اله الا الله محمد رسول الله نگویی مسلمان نشوی من از ضیافت تو نمیخورم. عتبه کلمه گردان، مسلمان شد. اما بعد از آن که این خبر به یکی از رفیقهای فاجر و بدبخت او ابی ابن خلف رسید، گفت که تو حالی جورگی ماهان مانده ایستاده هم نشینی محمد شدی، من با تو دیگر دوستی نمی کنم تا آنکه محمد کوچه به قبیده گردنش یک قسم میکنی و روش به یک پرچه توف میکنی، ثانی من تو کتی جوره گفت اگر آب دیگره. این بدبخت بیچاره هم ایمان آورده بود، کلمه گردانده بود. همین کمپانی خودم جدا نشوم، چون که من اینها که تجارت کردم در کار، من اینها که کار کردم در کار، گفته ایستاده رفت و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به همین بی‌آدمی کرد، از ایمان گشت. خدا این چیز را خیلی خوب و روشن بیان میکند که استعیذ بالله و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.
این عتبه بیچاره حالتش در روز قیامت چخیل میشود خدا محکوم میکند که و به خاطر آرید آن روزی که میگذد ظالم، یعنی همین عتبه دستانش را از پشیمانی یک کار پشیمان شد ای گوته دسته بگذید. روز قیامت میخزد و احوال میبیند، حقیقت وقتی که میبیند آفتاب بر روشن از پشیمانی دستش میگذد. چی میگوید؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش که من در دنیا همون راهی را که با پیغمبر خدا گرفته بودم دوام میدادم. چرا من صحبت و دوستی را از او کندم و با این بدبختی فاجر من باز هم نشین و هم صحبت شدم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، این مرمنه حلاکی من باده و کاشکی که من فلانیه یعنی ابی را دوست نمیگرفتیم با او هم نشین نمیشدم. چی بلازد منه که پیغمبری بر حق خدای مانده همین بدبختی من جوره شدم دنیا بر. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، که او در حقیقت مرا از آگاهی گمراه کرد بعد از آن که خداوند آن آگاهی را به من داده بود. من لا اله الا الله گفته بودم، من محمد رسول الله گفته بودم، و چی شد که من با این بدبختی دیگر گفش بدراندم و پیغمبری خدای تحقیر کردم و این بدبخت هم صحبتش اختیار کردم. و کان الشیطان للانسان خذولا، این همه وسوسه شیطان است و شیطان برای انسان یک دشمنی خار کننده است. هر کسی که پیرو شیطان می شود وی خار می شود. مثل که عتبه پیرو شیطان شد خار شد، هر کسی که پیرو شیطان می شود او هم خار می شود. بنابراین یکی از وظیفه های هر یکی ما و شما اگر در آمد ماه شریف رمضان توبه کردن از گناه و خطاها باشد، یکی از وظیفه های ما و شما این باشد که با آن دوستان و با آن رفیقانی که تا امروز دوست و رفیق بودیم اما هرچند دعوت کردیم نماز خوان نشدن، عرق نپرتافتن، رباخوری نپرتافتن، پاراخوری نپرتافتن، دوستی را با آنها قطع کنیم، همنشینی با آنها بس کنیم، زیرا از آنها به جز ضرر چیزی دیگر نصیب ما و شما نمیشه. دوستان و همصحبتانی را برای خود اختیار کنیم که آنها ذوقی ایمان، ذوقی اسلام، ذوقی طاعت، ذوقی عبادت را در دل ما و شما بیدار کنند، تا که ما یک جایه پهلو و پهلو توانیم دین و اعتقاد خود را استوار گردانیم، طاعت و عبادت و تقوای خود را بالا برداریم که اینها همه سبب نجات ما و شما هم در زندگی دنیا و هم در زندگی با سعادت آخرت است. و همه شما در این راه از درگاه خداوند تبارک و تعالی یک جهان توفیق انصاف آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یکی ما و شما را توبه حقیقی و نصوح نصیب گرداند. خب اینجا از طرف مدرسه اسلامی شهر مکتوب فرستادن که چنین مکتوب به همه مسجدها هم فرستاده شده است و خواهش کردن که قبول کردن دانشجوها را به مدرسه اسلامی شهر استرابشن اعلام کنیم که هر روز از پگاه سرکرده از ساعت 8 تا 10 و بعد از پیشین از ساعت 4 تا ساعت 6 قبول حجت ها و از سنجش گذراندن دانشجوها تشکیل کرده شده است. هر کسی میخواهد که فرزندش از شریعت با خبر باشد، از اسلام با خبر باشد، از قرآن با خبر باشد، خداشناس شود، نمازخوان باشد، قرآن خوان شود، خوش آداب شود، خوش اخلاق شود، اعلام به همه شما این است و به آنهایی که نیستند برسانید که مدرسه اسلامی شهر استرابشن آماده است برای سال نو تحصیل طالب علمان را قبول کنند. برادران عزیز، خود از موضوع امروز معلوم است که بی علم و دانش ما به هیچ کجا رفته نمی‌تونیم. حضرت ابو هریره رضی الله عنه یک روز از بازار مدینه می‌گذشتند که مردم همون گرفتار سودا و گریبته خودشان هستند.
گفتن ای مردم، این ضعیفی شمای من میبینم که خیلی ضعیف شدید. گفتن چگونه ضعیف شدیم؟ چی به ما نمیرسد؟ گفتن آنجا در مسجد پیغمبر میراث تقسیم کرده میشد، میراث پیغمبر، نمیروید حصه خودتان را گیرید. مردم همه سودای و ستیقی خود را ترک کردن و به سوی مسجد دویدن. رفتن بازگشتن آمدن گفتن که ابو هریره در مسجد هیچ خیلی میراث تقسیم نشده ایستاده است، تو چرا ما را فریب کردید؟ گفتن در مسجد هیچ چیز ندیدید؟ گفتن دیدیم گروهی قرآن میخوندن، گروهی درس میخوندن، یک نفر نصیحت میکرد. گفتن همون از میراث پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یعنی پیغمبرها از خود ثروت میراث نموندن، پیغمبرها از خود علم و دانش میراث ماندن. بنابراین امروز اگر صحنه زندگی مردم تاجیکستان نگاه کنید، اگر خیلی مردم از میراث پیغمبر بیخبر موندن، همه گرفتار پول و چیز و خانه ساختن و پروای دانش و علم آموختن در هیچ کس نیست، دیده نمیشه وقت قریب که نه در کلان سالها نه در خردسالها. بنابراین حرکت کنید فرزنداتون از علم بهره باشند. اگر زبان خودتان شخص شد، مثلا خودتان کوشش کنید که موعظه ها و اشتراک کرده ایستاده اندک زنگ دلتان را تازه کنید و فرزنداتان را حرکت کنید که رفته در مدرسه ها خوانند. و دیگر اینکه نه تنها فرزندان، نه تنها آنهایی که مدرسه میرن، بلکه به آمد ماه شریف رمضان یکی از وظیفه های شما باید این باشد که ماه رمضان نزدیک شده ایستاده است، من نماز میخوانم، روزه میدارم، علم نماز و روزه من آیا تا کدام پایه است؟ شما امام های بزرگتان مجبور کنید تشکیل کنند یک به مثل کورس های محو بیسوادی برای تیاری به ماه شریف رمضان. گفته همون 4-5 سوره‌ای که نماز میخوانید یک بار دو بار گذرانید از نزد همون امام های گذرتان، یا اینکه همون قاری بچه ها، مولا بچه هایی که در گذرتان هستند. اندک بعد از شام شدید، بعد از خفتن شدید، نیم ساعت سوره ها را یک بار از نظر گذرانید، التحیات و دعاها را از نظر گذرانید، تسبیح ها را یک بار از نظر گذرانید که آیا سبحان ربی العظیم پخته میگویید، سبحان ربی الاعلی با عین میگویید، یا اینکه التحیات شما آیا کلمه هاش درست است یا نه؟ آمدی هر چیز یک توی کردنی شده میگه سالها تیاری میبینیم. آمدی ماه شریف رمضان این ماهی است که خدا برای ما ماه رحمت اعلام کرده است. و چرا ما ماه رحمت را به الاخر تیاری پیشواز کنیم؟ عیب است که ما ماه رحمت پیشواز نگیریم. پیشواز ما یکتش باید این آموختن علم و درست کردن علم و دانشی، نماز و طهارت و روزه و این عبادت های ما و شما باشد، تا که در ماه شریف رمضان یک عبادت های مکمل تری کنیم و درگاه خدا که سزاوار باشد و به خدا آن را از ما و شما بندگانش قبول کنند. در این راه بار دیگر به همه شما از درگاه خدا توفیق آرزو میکنم. خیراتی که از طرف شما شده است 216 سامانه 500 روبل روسی و 600 سوم ازبکی و همچنین برادران و استاد شیرعلی همراه شاگرداشون من بالاهای در این مسجد میبینید که چقدر با متاهای زیبا پوشیده خوشرو کرده دادن. آمد ماه شریف رمضان و در حق همه این برادران دعا کنیم خدای تبارک و تعالی خیر